خلیج عرب که وجود نداره ایشالله برای خودشان بسازن خلیج فارس. ایشون میخوان تو سفر بعدیشون تصمیم بگیرن که بگن خلیج عربی یا خلیج فارسی. آمریکا کلا 248 سال خدمت داره. خلیج فارس ولی 2500 سال خدمت داره. یعنی شما یک دهم کفشای بختیاریای ما خدمت نداری. لمیوس دانشمند، جغرافیدان، منجم، ریاضیدان یونانی میگفت خلیج فارس. شما که برو قمارباز سیستان بدجزان همون قد که معرفتشان زیاده هدفگیریشون هم خوبه. کل عربا ایران زمان دفاع مقدس دیدن خار مادر صدام چی که اصلا تو خراسان مشهد بخواین رد برن وسایل نقلیت ها خاموش میشن. بره چی؟ چون دیگه شم نداره. میخوام از طرف رگ ترکیم بگم ترانس کی من دو قاده برگ دیگه هم که کردیه بخوام پیام بدم. ما الان به تو بچه خوشگل چی بگم؟ Territorial integrity is a red line of the Iranian people. The Persian Gulf has been, is, and always will be the Persian Gulf.